یک روز حضرت سلیمان علیه السلام در رب بحر ایستادگی بود که دید که در بیابان یک مورچه یک گندم بسیار به اذیت کشان آورده ایستاده است. وقتی که اون حالت دید نظارت کرد که به لب بحر اومده است، حاضر همه آب شلفه میکنه و اینا میبره از بین میکشش میکنه. در همون حالتی که به لب بحر اومد میگه از درون دریا یک قورباغه برآمد دهنش باز کرد، مورچه قطعی گندم داخل دهن قورباغه شد، قورباغه در آب پرید رفت. حضرت سلیمان گوید چی سیر باشه؟ همونجا توقف کرد، لحظه پس میگه قورباغه اومد دهنش باز کرد که مورچه برآمد حرکت کرد. که حضرت سلیمان که لفظای اونها را میدونست ایستاد شد، گفت این چی سیره؟ گفت که من از جانب خداوند موظف شدم، وظیفه دار شدم که هر روز یک گندم میارم بالا بحر، این قورباغه در دهنش میگیره به بحر میبره. در اونجا یک خرسنگ که او خرسنگ کف داره، در درون کف خرسنگ یک کیر مگی چشمکاش کوره. من همین گندم در دهنم میگذارم با میارم نه میکمن میرم، وظیفه من همینه. سلیمان گفت ای سلیمان، یک کیر میگی در ته بحر چشم نداره، خداوند هر روز رزق او را میارم میرسونه، تو چی غم میخوری؟